آمد و باز بر سر سبزه گریست. بی باده گلرنگ نمی باید زیست. این سبزه که امروز تماشاگه ماست، تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست؟ سلام، به 4مین بخش از برنامه شبکه سیمرغ خوش آمدین. سلام به همه شما بینندگان و دوستداران تلویزیون سیمرغ. من هم بهتون خوش آمد میگم و قبل از هر چیزی اجازه بدین از طرف خودم و همه همکارانم از همه شما با خاطر ایمیل هایی که برای ما فرستادین تشکر کنم. ایمیل هایی که هم باعث راهنمایی ما هم باعث تشویق ما شده. بله، واقعا خوشحالیم که ما رو راهنمایی میکنید که هر روز این برنامه رو بهتر و بهتر بکنیم. از تک تک شما سپاسگزاریم و ازتون میخوایم. باز هم منتظر نظرها، پیشنهادها و انتقادات سازنده شما هستیم. حتما با ایمیل ما در تماس باشید که آدرس ایمیلمون هست simorgtv@gmail.com. هر چقدر شما بیشتر نظراتتون رو به ما بگید، ما بهتر میتونیم برنامه‌هایی که باب میل شما هست رو براتون بسازیم. و حتما برنامه‌هایی رو که تقدیمتون میکنیم برنامه‌های جالبی خواهد بود و مطمئنیم که شما از دیدنش لذت میبرین. پس با ما همراه باشین با ادامه برنامه تلویزیون سیمرغ. خب دوستان عزیز تلویزیون سیمرغ، در این قسمت از برنامه به بخش جالبی رسیدیم. بخشی که هلیه برای شما تهیه کرده. حتما میدونم از این بخش از دیدنش لذت میبرید. بخشی که در مورد جشن عید پاک یا ایستر قرار هست برای شما صحبت بکنه. اگر موافق هستین که میدونم هم حتما موافق هستین، من هم به اتفاق شما میخوام بشینم، نگاه کنم، بشنوم و لذت ببرم. عید پاک یا ایستر یکی از مهمترین تعطیلی‌های مسیحیان هستش. یک شنبه بین 22 مارس و 25 آوریل هستش و مسیحیان بر این باورند که حضرت مسیح که به صلیب کشیده شده بود در این روز دوباره زنده شده و رستاخیز انجام شده. به همین مناسبت مسیحیان در این روز یک شنبه مقدس به جشن و پایکوبی برپا می‌کنند. 2 نماد داره این عید، یکی تخم مرغ هستش، یکی خرگوش که باورهای متفاوتی در این مورد وجود داره. یکیش تخم مرغ رنگ شده هست. اون تخم مرغ رنگ شدهش به این جهت هستش که میگفتن در این روز خرگوش ها وارد خونه مرغا میشدن و تخم مرغ ها رو میدزدیدن. برای همین مردم تخم مرغ ها رو رنگ میکردن تا از این کار جلوگیری بکنن. طبق یه سنت قدیمی در این روز افرادی که ایستربانی نامیده میشن لباسهای خرگوش رو تنشون میکنن، تخم مرغ ها رو در جایی مخفی میکنن، بچه ها میرن اینا رو پیدا میکنن، بین هم دیگه تقسیم میکنن و همه با خوردن شیرینی و شکلات جشن میگیرن. حالا چرا تخم مرغ؟ تخم مرغ در فرهنگ مسیحی و البته در بسیاری از کشورها مثل روسیه، چین و اوکراین رومانی نماد آغاز یک زندگی جدید هستش. همونطور که جوجه پوسته تخم مرغ رو میشکافه و ازش بیرون میاد و یک زندگی رو آغاز میکنه، پوسته تخم مرغ مثل یه آرامگاه میمونه و آغاز کردن زندگی جدید نماد رستاخیز هستش. البته خرگوش ها هم که در فصل بهار زندگی و فعالیت خودشون رو آغاز میکنن میتونن نماد این رستاخیز باشن. این اطلاعاتی که خدمتتون عرض کردم از 2 سایت wikipedia.org و christiananswers.net استخراج شد. خب دوستان، نظرتون راجع به این قسمت از برنامه چی بود؟ به نظرتون آموزنده بود یا سرگرم کننده؟ باور کنید دلمون میخواد برنامه‌هایی رو برای شما درست بکنیم که باب میل همه شما عزیزان باشه و لطف کنید که به ما ایمیل بزنید و نظرتون رو به ما بگین، چون برای ما واقعا مهمه. میدونی نیما، یکی از موفق ترین بخش های تلویزیونی شبکه سیمرغ تا حالا برنامه کودک بوده. ما هر هفته برنامه‌ای رو برای عزیزان دلمون توی خونه پخش میکنیم که اسمش هستش بابک و دوستان. این کارتون خیلی مورد نظر قرار گرفته. همه شما به ما ایمیل زدید، خواستید که این کار رو ادامه بدیم و تا حد امکان گسترش بدیم. دقیقاً نکته جالبی رو اشاره کردی. نکته جالبش اینجاست که تمام ایمیل هایی رو که ما تو این مدت دریافت کردیم، تعداد ایمیل هایی رو که برای بخش برنامه کودک دریافت کردیم، بینندگان دقت کنید، تعداد ایمیل هایی که برای برنامه کودک دریافت کردیم تعدادش با تعداد ایمیل هایی که برای مسابقه بلیت کنسرت خانم گوگوش بود تقریباً برابری میکنه. جدی؟ باور کنید. و این نکته به ما این اشاره رو داره
میخواستم یه جمله دیگه بگم و دیدم دقیقاً اشاره کنی به اشاره داره که شما بینندگان هرچند که تلویزیون سیمرغ تازه کارش رو شروع کرده، شما بینندگان با دقت دارین تلویزیون رو دنبال میکنین و با دقت دارن ما رو دنبال میکنن و نگاه میکنن که ببینیم ما چی کار داریم میکنیم. براشون مهمه و برای ما هم مهمه که داریم چه برنامه ارائه میکنیم و از همه مهمتر این هست که شما به ما کمک کنید و نظراتتون رو به ما بگین و بدونیم چی برای شما مهمه تا ما همون رو تهیه بکنیم. بسیار عالی. اون بخش ویژه برنامه آره. آقایون بپردازیم. بله یه بخش ویژه برای آقایون و خانم ها داریم، اون هم در مورد فوتباله. میخوام در مورد فوتبال براتون صحبت کنم، فوتبال تیم ملی ایران. اصلا در مورد باشگاه‌های ایران نمیخوام صحبت کنم، بعداً شاید در موردش صحبت بکنیم تو برنامه. میدونید که تقریباً 2 ماه دیگه هلیه مونده تا مسابقات مقدماتی ورلد کاپ 2018. تو این فرصت بسیار کم نکته جالب اینجاست که کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در مسابقه آخری که داشتن به ایران برنگشته همراه با تیم ملی ایران. و از همه جالبتر آقای کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران اشاره کرده که ما با آقای کارلوس کیروش قرارداد 4 ساله‌ای داریم. اینطوری که از حواشی قضیه مشخصه ظاهراً آقای کارلوس کیروش میخواد همکاریشو با تیم ایران قطع بکنه. در کنار همه اینا آقای اسلامی اشاره کرده که ما هیچ جایگزینی برای آقای کارلوس کیروش نداریم، حتی به آقای فرکی و آقای مایلی کوهن هم فکر نمی‌کنیم. من یه نکته بگم که آقای اسلامی نایب رئیس فدراسیون فوتبال هستن. چه جالب. پس حتما نظرات خودتون رو به ما ایمیل بکنید و به ما بگید آیا الان فرصت مناسبی برای این تغییر هست یا نه. یه بار دیگه ایمیلمون رو خدمتتون اعلام می‌کنم، simorghtv@gmail.com. حتما با ما در تماس باشید و این رابطه رو گسترش بدید. دقیقاً. هلیه، راجع به برنامه کودک صحبت کردیم. موافق هستین که هم شما هم بینندگان بیشتر از این کودکان عزیز رو منتظر نذاریم حتما. و به اتفاق بریم این برنامه کودک رو ببینیم؟ حتما با ما باشید و ببینید. بچه‌ها جون، این قصه عید نوروزه. یکی بود یکی نبود. در دوران خیلی قدیم، زمانی که ایران نامش امپراتوری پارس بود، پادشاهی بود به نام جمشید. پادشاهی که بسیار مهربان و عادل بود و به ملتش افتخار میکرد، چرا که ایرانیان همه بسیار سخت‌کوش ولی خوشبخت و شادمان بود. اما وقتی زمستان سختی از راه رسید و روزها کوتاه و کوتاه‌تر شدند، ایرانیان همه غمگین در خانه‌هاشون نشستند و به امید بهار روز شماری کردند. و بالاخره وقتی بهار فرا رسید، همه دوباره شادمان از خانه‌هاشان در آمدند و پایکوبی کردند. چون جمشید شاه ملتش را دوست می داشت و می دید که برای ورود بهار چقدر خوشحال می شوند، تصمیم گرفت آمدن فصل بهار و نو شدن طبیعت را جشن ملی اعلام کند. اما جمشید شاه که فرمانروای عاقل بود، میدانست که در فصل زمستان که همه سرد و ناراحت بودند، بسیاری از مردم احساس خشم و عصبانیت درشون به وجود آمده بود و گاهی هم این احساس را به دیگران نشان میدادند. بنابراین تصمیم گرفت یک جشن دیگر هم اعلام کند، جشنی که بلافاصله قبل از نوروز باشد و به مردم فرصت بدهد که تمام احساساتشان را از یاد ببرند و همدیگر را ببخشند. با پریدن از روی آتش همه آلودگی‌های سال گذشته را پاک کنند. جمشید شاه نام این جشن را چهارشنبه سوری گذاشت. چطور بود دوستان؟ لذت بردین؟ قبل از این برنامه کودک اشاره کردم به ایمیل های شما، ایمیل هایی که برای ما فرستادین. میخواستم اینجا اشاره بکنم به این نکته که اگر یادتون باشه ما یک مسابقه داشتیم، مسابقه بلیت کنسرت خانم گوگوش. اتفاقا برنده بلیت کنسرت خانم گوگوش به کنسرت هم رفتن و ما هم به همونجا رفتیم، گزارشی رو تهیه کردیم برای شما که دعوت میکنم به اتفاق این گزارش رو ببینیم.
اجازه بدین قبل از اینکه به دیدن این گزارش بریم خدمتتون اعلام بکنم نام این برنده عزیز رو. جناب آقای سعید سالیانی برنده ما بودن که حتما از دیدن این کنسرت لذت بردن. امیدوارم در برنامه‌ها و مسابقات بعدی ما شما برنده ما باشید. چقدر جالب. منم بهشون تبریک میگم. گزارش رو ببینیم. سلام بینندگان عزیز. امشب اومدیم به سالن ویلفرید پلوتیه در پلس زخت مونترال تا براتون از کنسرت با شکوه آغاز سال خانم گوگوش ویژه برنامه رو تهیه بکنیم. تا دقایق دیگه طرفداران این شاهماهی هنر ایران میان تا با هم یک شب عالی و به یاد موندنی رو داشته باشیم. پس با ما و تلویزیون سیمرغ همراه باشید.
بود بگه این همه پول خرج کردیم هیچی ما نبود. اوکی.
مرسی خوبم. شبتون خوش. چجوری دیدید برنامه رو تا الان؟ عالی بود، عالی مثل همیشه. من اولین بارم بود اومدم کنسرت خانم گوگوش، خیلی عالی، همه چی عامل خوب و حرفه‌ای، عالی بود. بسیار عالی. براتون شب خیلی خوبی رو آرزو می‌کنیم. ممنون. سال نوتونم مبارک. سال شما مبارک. مرسی. دوستان عزیز تلویزیون سیمرغ، در خدمت یکی از دوستانمون آقای بهمن طوفانی هستیم. ایشون از نیوجرسی زحمت کشیدن امشب اومدن. سلام. سلام عرض. خسته نباشید. شما همچنین. تا اینجای برنامه لذت بردید؟ مسلمه. شما از نیوجرسی پشتید اومدید. چه انگیزه شما رو این همه راه کشید تا اینجا؟ گوگوش خانم دیگه، یکی یه دونه است. درسته. بله دیگه، به خاطر همین تا اینجا هم که لذت بردیم. من مطمئنم بعد از این هم لذت خواهیم برد. عالی عالی. شب خوبی رو داشته باشید. خیلی براتون آرزوی موفقیت می‌کنیم. به شما هم همینطور. خدا. در خدمت یکی دیگه از دوستامون هستیم آقای علیرضا از مونترال. سلام. سلام. حال شما خوبه؟ خیلی متشکرم. ممنون. چجوری دیدید کنسرت خانم گوگوش رو تا الان؟ کنسرت خانم گوگوش که خیلی عالی بود. این اولین بار من هستش که تونستم کنسرت ایشون رو شرکت بکنم. برای اولین بار تو زندگیم ایشون رو از نزدیک ببینم. خیلی خوشحالم. ان شاءالله که یه روزی بشه همه مردم کشورمون، اونایی که شاید این شانس رو نداشتن، شاید در بهترین حالتش اینه که توی ایران یه همچین کنسرتی برگزار بشه و بتونن برن و لذت ببرن. من که خیلی لذت بردم و امیدوارم که این اسطوره‌های موسیقی ایران همیشه در کنار ما باشن و ما بتونیم از آهنگ‌های بسیار زیباشون و از خاطراتی که باهاشون ساختیم همچنان و همواره لذت ببریم. خیلی ممنون ازتون. شب خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. منم از شما سپاسگزارم. متشکرم. خدا نگهدار. خب تقریباً به انتهای برنامه نزدیک شدیم. اگر اجازه بدین قبل از که بخوام خداحافظی کنم یه ایمیلی دریافت کردیم هدیه. اگه اجازه بدین من ایمیل یکی از دوستان رو بخونم و جواب سوالشون رو بدم. حتما. خواهش می‌کنم. آقای هادی برای ما ایمیل فرستادن، یه سوال پرسیدن. ایشون پرسیدن میدونید چرا پنگوئن‌ها بی‌سوادن؟ جوابش خیلی ساده است آقای هادی. برای که زمستونا مدارس تعطیله، به همین سادگی. دیگه نکته‌ای نیست که بهتون بگم، فقط میتونم بگم روز و روزگارتون خوش. اجازه بدید قبل از اینکه ازتون خداحافظی بکنیم از همه دوستانی که به ما ایمیل فرستادن و اعلام همکاری کردن تشکر کنیم. ما سعی می‌کنیم در اسرع وقت ایمیل هاتون رو پاسخ بدیم. همینطور دوستانی که تمایل دارن از شبکه سیمرغ برای بیزینسشون پیام بازرگانی تهیه و پخش بشه، حتما از طریق ایمیل با ما در ارتباط باشن. روز و ایام به کامتون خوش. از طرف خودم و همه همکارانم با شما خداحافظی میکنیم. به امید دیدار. خب خسته نباشید. این بهتر شد، این قسمت آخر بهتر شد. منم اونو کوتاهش کردم. بهتر شد. آره راست میگه. باید نکتهش داشته باشه. تو رادیو چون تصویر نداره مجبوری بیشتر کسی